یک کسی آمد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. حضرت فرمودن بله. گفت یا رسول الله و من یعمل مثقال ذره شرا یره. فرمودن بله. خوش شد رفت. اصحاب گفتن که این عجب آدم بی توفیقیه، می‌خواستی بشینی بالاخره اینجا از برکات وجود پیغمبر استفاده کنی. حضرت فرمودن این فقیه شد دیگه. به راستی اگر ما اینو بفهمیم دانا میشیم به همه کارهامون. که اگر تو فهمیدی که به اندازه وزن ذره خردلی و یک دانه کنجد یک کار بد بکنی میبینی، کار خوبم بکنی میبینی. با من میخوام ببینم کی جرأت میکنه اگر این حس بکنه این رو، نه اینکه فقط بخونه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میبنده و ثواب میبره. گفتن در این تدبر بکنید. همین یه دونه آیه من فکر میکنم که مشکلات جامعه امروز ما و بشریت رو میتونه حل بکنه که ما اینو بفهمیم. حساب کتابی هست. یک کسی آمد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. حضرت فرمودن بله. گفت یا رسول الله و من یعمل مثقال ذره شرا یره. فرمودن بله. خوش شد رفت. اصحاب گفتن که این عجب آدم بی توفیقیه، می‌خواستی بشینی بالاخره اینجا از برکات وجود پیغمبر استفاده کنی. حضرت فرمودن این فقیه شد دیگه. به راستی اگر ما اینو بفهمیم دانا میشیم به همه کارهامون. که اگر تو فهمیدی که به اندازه وزن ذره خردلی و یک دانه کنجد یک کار بد بکنی میبینی، کار خوبم بکنی میبینی. با من میخوام ببینم کی جرأت میکنه اگر این حس بکنه این رو، نه اینکه فقط بخونه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میبنده و ثواب میبره. گفتن در این تدبر بکنید. همین یه دونه آیه من فکر میکنم که مشکلات جامعه امروز ما و بشریت رو میتونه حل بکنه که ما اینو بفهمیم. حساب کتابی هست.